داشتم به این فکر میکردم که اگه پاییز خواننده بود صداش عین صدای بنان بود. وقتی که با اوج غم توی صداش میگفت ای الهه ناز با غم من بساز. یا اگه میخواست دکنمه بخونه صداش عین صدای خسرو شکیبایی بود، اونجا که با یه طعنه تلخی میگه حال همه ما خوب است اما تو باور نکن. ولی اگه پاییز شاعر بود حتما میشد هوشنگ ابتهاج که با یه حال دیوونه‌ای میگفت چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی، چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی. با تو وفا کردم